اولش که میخواستم شروع کنم خب عکس‌های رادیولوژی برام یه نمادی از جسم بودن و موسیقی یه جورایی یه نمادی از روح بودش. و خب هرچی جلوتر رفت و بیشتر رفتم خیلی معناهای گسترده‌تری برام پیدا کرد و خب یه سریاشو به اینجا رسید که شکستگی دارن، سندروم دارن، نقص دارن و خب اینا برام یه جورایی یه نمادی از رنج شدن. دلم میخواست بگم که توی این رنج میتونه یه زمزمه‌ای باشه، یه موسیقی باشه، یه زیبایی باشه. عکس‌های رادیولوژی چیزی هستن که خب از بچگی همیشه جلوی چشم من بودن به خاطر شغل پدرم که پزشک هستن و خب خودم هم علوم تجربی خوندم و خب موسیقی هم همیشه کار کردم، نه خیلی به صورت حرفه‌ای ولی خب همیشه جزو علایقم بوده و هنوزم کار میکنم. انگار که این دو تا بخش از من بودن که حالا یه جایی به این نتیجه رسیدم که میتونن یه جورایی با هم ترکیب بشن و یه ترکیب خوبی بسازن.